تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر داریم با هم. سوره حمد هستیم، آیه آخر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در آیه قبل گفتیم خدایا همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. حالا راه مستقیم کدومه؟ خب هر کسی میگه راه من درسته. هر کسی میگه راه من درسته. تو خیابون و کوچه و بازار با هر کی مصاحبه کنه آقا سلام علیکم، ببخشید شما راه درسته یا غلط؟ میگه نه خیر راه من درسته. خداوند اینجا مصداق معین کرده، گفته به راه درست ایناست. راه مستقیم هر کسی هر راهی و هر سلیقه‌ای را نگه راه سلیقه ما درسته. صراط الذین انعمت علیهم. ما که از خدا میخوایم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را در راه حق قرار بده. راه حق راهی کیاست؟ صراط الذین. راه حق راه کسانی است که و آنها را مشمول نعمت خود قرار دادی. انعمت علیهم. نعمت هم نعمت مادی نیست، چون نعمت مادی رو خدا به طاغوت ها و جنایتکاران داده. عسل، هواپیما شخصی، قالی ابریشمینی، کاخ، باغ، استخر، پول، دلال، شهوت، لذت، اینا که راه مستقیم نیست. که همه ما میدونیم که بسیاری از جنایتکاران در رفاهن و اینها هم نمیتونن، هیچ که قبول نداره که راه اینها مستقیم باشه. پس وقتی میگه انعمت علیهم، مراد این خوراک پوشاک مسکن نی. نعمت معنویه. به دلیلی که در سوره نساء هم بیان کرده که اسم 4 گروه برده، گفته راه انعمت علیهم در و من یطع الله در سوره عرض کنم به حضور شما که نساء آیه 69. آیه اینه، میفرماد که من یطع الله و الرسول، اگر کسی مطیع خدا و رسول بود. بحثمون چیه؟ بحثمون که انعمت علیهم کیا هستن؟ انعمت علیهم کیان که شما روزی 10 بار میگی خدایا منو در مسیر انعمت علیهم قرار بده. صراط الذین انعمت، منو بنداز تو اون جاده انعمت علیهم. انعمت علیهم کیان؟ اینا هستن. میگه کسی که مطیع خدا و رسول باشه، اینها مع الذین انعم الله علیهم. انعمت علیهم همون انعم الله علیهم کیان؟ نبیین، انبیا، صدیقین، کسانی که فکر و عملشون صادق باشه، منافق نباشن، تمام وجودشون صداقت باشه، شهدا و صالحین، افراد صالح. پس شما که میگی صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدای من میخوام راه انبیا، راه صدیقین، راه شهدا و صالحین رو برم. انعمت علیهم اینها هستن. غیر المغضوب، غیر از مغضوبین. مغضوبین کیا هستن؟ تو قرآن گروهی مغضوبن. مثلا اینها که یهودی ها مغضوبن، چون قرآن میگه با او به غضب. با او به غضب. حالا یهودی ها چرا مغضوبن؟ غلط های یهود گفته، میگه و اخذهم الربا، رفتن دنبال ربا. و قد نهوا عنه، با اینکه در تورات بهشون گفته بودیم ربا حرامه، ولی بازم یهودی ها رفتن. تن پروری کردن. هرچی به موسی بهش گفت بیاد برویم تو شهری که خدا گفته، گفتن نه، تو شهر با دعوا کنیم، جنگ من حال ندارم. اذهب انت و ربک فقاتلا، تو و پروردگارت برید دعواتون رو بکنین، انا هاهنا قاعدون، ما حال جبهه و جنگ نداریم. دیگه مغضوبین کی هستن؟ قوانین آسمان رو عوض کنن. قوانین آسمانی رو کسی عوض کنه، یحرفون الکلم. پس ببینید یهود خدا میگه فضلتکم علی العالمین. یهود یه زمان فضیلت داشتن، بعد یهود دوچار غضب شدن. ذالک بما عصوا، چون معصیت کردن، ربا خوردن، تن پرور شدن، قوانین آسمانی رو تغییر دادن. ابولهب خدا میگه مغضوب است. تبت یدا ابی لهب. تبت یدا یعنی نفرین بر ابولهب، مغضوبه. فرعون مغضوبه چون خدا غرقش کرد. قارون مغضوبه چون خدا تو خاک خفش کرد. قاتل خدا میگه کسی مؤمنی رو بکشه
من قتل مؤمنا غضب الله. منافق خدا میگه غضب الله علیه. عالم بی عمل خدا میگه مغضوب است. کبر مقتن یعنی غضب. کبر مقتن یعنی بزرگ از غضب خدا بر کسی که کبر ان تقول ما لا تعلمون، حرف میزنه، سفارش میکنه دیگران را، خودش اهل عمل نیست. اینها همه مغضوبین قرآنن. یه بار دیگه بگم، مغضوبین کیان؟ رواخار، تنپرور، قانون آسمانی رو عوض کن، آدمکش، عالم بی عمل، کارشکن، زوردار بی دین فرعون، پولدار بی دین قارون. کلمه غضب را خدا تو این افراد به کار برده و شما در نماز میگی غیر المغضوب علیهم، اینها مورد غضبن. خدای من جزو این غضب شده نمیخوام باشم، من متنفرم. در نماز هم زنده باد داریم هم مرده باد. زنده باد انعمت علیهم، مرده باد مغضوبین. ولایت داریم، ولایت کیو میخوای؟ الگوت کیه؟ امامت کیه؟ اسوه کیه؟ میخوای مثل کی باشی؟ تو چه راهی میخوای باشی؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه شهدا و انبیا و صدیقین و صالحین میخوام باشم. از کیا بدت میاد؟ از مغضوبین بدت میاد، غیر المغضوب. دیگه کی؟ ولا الضالین، من با افراد ضالم، افراد منحرف. حالا اونهایی که انحراف دارن، افراد انحراف هم تو قرآن میفرماد که من یتبدل الکفر بالایمان فقط ضل، کسی که به جای ایمان کافر بشود ضل. من یشرک بالله فقط ضل، خدا را رها کنه بر سراغ غیر خدا ضل، گمراه. من یعص الله و رسوله فقط ضل، فرمان خدا و رسول خدا را معصیت میکنه ضل. کسی که دشمن را سرپرست میگیره، ولایت طاغوت را میپذیره، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تا آخرش که میگه که و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل. کسی اگر رهبری طاغوت را بپذیره، رهبری یهود و نصارا را بپذیره، کفر را انتخاب کنه، معصیت خدا و رسول کنه، اینها ضلاله. وقت ضلالت هم تو قرآن چه رقم داریم؟ هم ضلال مبین داریم، هم ضلال بعید داریم، هم ضلال قدیم داریم. ولا الضالین، شما در نماز میگی خدا یا جزو این منحرفین نباشم، یعنی یه وقت دینمو با کفر عوض نکنم، یه وقت فرمان خدا و پیغمبر رو رها نکنم، فرمان برای قربانگوی کس دیگه باشم. اینها ضالن، منحرفن. ولا الضالین، ما از منحرفین نمیخوام باشیم. پس شما در نماز چه گفتی؟ میگی خدا یا بسم الله به تو امید دارم، نه کس دیگه، خودم به تو میسپارم، از تو کمک میخوام، توکل و عشق تو در من است، کارامو رنگ تو میکنم. الحمدلله کل ستایش مال توست، چون هر کس هم هر زیبایی و کمال داره از تو داره. تو هستی را داری رشد میدی، نه فقط من در کنار هستی رشد میکنم. آن به آن از سرچشمه رحمت به ما رحمت میرسه، الرحمن الرحیم. مسیری که میریم سر و کار ما در قیامت با توست، مالک یوم الدین. هم رشدمو دادی، هم مسیر رو تعیین کردی، هم سر و کارم با توست، پس بیخود جای دیگه میریم. ایاک نعبد، فقط بنده ای تو، در بندگی تو باید کمک میکنی. ایاک نستعین. اگر خواسته باشیم فقط بنده ای تو باشیم، باید اهدنا الصراط المستقیم، بندگی تو در راه مستقیم هدایت، راه مستقیم از تو میخوایم. تنها دعای واجب همین اهدنا الصراط المستقیم. در چی راه مستقیم؟ در انتخاب شغل، در انتخاب کلام، همسر، رشته تحصیلی، با که بجنگیم، با که قهر کنیم، در خوراک، پوشاک، در همه آنات و در همه چیز، همه ما را، نه من، اهدنی نه اهدنا، همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم کیان؟ هر کسی میگه راه من درسته، میگیم نه، راه مستقیم صراط الذین انعمت، راه مستقیم راه انبیا و شهداست، اینا الگوی منن. غیر المغضوب در قرآن گروهی غضب شدن، قارون ها، فرعون ها، ابولهب ها، قاتل ها، عالم بی عمل ها، اینها مغضوبن و من غیر المغضوبم. ولا الضالین، نمیخوام جزو غضب شده ها باشم، نمیخوام جزو ضالین باشم، میخوام جزو در خط انبیا و صدیقین و صالحین باشیم. خدایا به ما توفیق بده، همه ما را به راه مستقیم هدایت کن، همه ما را از راه مغضوبین و ضالین دور بدار، کمتر از آن ایمان رو به خودمون واگذار نکن.
لغزش های گذشته ما را تبدیل به حسنه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.